آموزنده توانیم و آدم ها هم در اینجا آموده توابت گرفته توانم. برای همه این مرکزی ما الکای آماده هست، این دستگاه های آوردیم. خوش آدم شخصیت ها که میخوان در همینجا یک کمپلکسی توابتی گیرن من تعیین میکنم آماده میگیرن. البته ممکن آینده با ما وسیع کنیم یکون جای دیگه هم با در اجاره گیریم، در اونجا کابینت کششنی دوش یا نشستنی روده هم، چون این چیزی از همه اساسی حساب میشد. ما در اینجا این امکانات نداریم، فقط فهمانده می آموزانیم که در خانه های خودشون کنن، دیگر چی کنن. و متد ها خیلی زیاد هست، بانک های هر خیلی موندن، نمودهای مساج زیاد هست، خوش دستگاه های فیزیوتراپیستی زیاد هست. ما میتونیم که اینها در اینجا جاری کنیم آینده، چون بسیار مردم خوجند من میگم که شما در همین خوجند یک سناتور میساختید. البته اگر شما دستگیری کنید من تیار هستم. کدام صاحب کاری که امروز بنا دارد میخواهد که فعالیت کند، من آدمای می آموزونم، راه کار یاد میدم، دستگاه های تامین میکنم. مرمت ما تیار هستیم کار کنیم. نه که آسایشگاهی که در ناحیه عینه هست اونجا به چون چرا یکم باد و هوای تازه، آب تازه، محیط تازه. من مثلا این آسایشگاه برای خودم ساخته ای که تا 100 سالگی من از دست پام نمونم، چون که آنچه که در اونجا هست در اینجا نیست. که اینجا ما تاسیس دادن ما ممکن، دستگاه های آوردن ما ممکن، اون اتاق کاری ما الکی برای این قدر امکانات ندارد. مثلا فیزیکیم نیست، قریب 70-80 سال شد. اون چیزی که ما امروز کار سودیم حال کودکی در بطن مادر هست. من کدام آدمی که خواهش دارد، مبلغ زیادی دارد، همکاری کردنی هست، در یک جایی که ما کار میکنیم. مثلا پیش آمدن من الکی در از ایران آمدن در شهر دوشنبه در منطقه آزاد ناحیه 5 ما یک شرطنامه بستیم برای با ایرانی‌ها برای استحصال روغن‌های دارویی، مثلا روغنی بادام تلخ، روغنی چهارمغز، روغنی زردآلو، روغنی شفتالو، این استحصال میشه. باید آمدن حتی چقدر مبلغ شما و چقدر من گفتم برادر من راهش نشون میدم، من محتاج مبلغ کلان نیستم، تو گیر پول کار کن. 70 با 30 گفتم من 70% از درآمد شما با 30% برای اینکه ما راهش نشون میدیم، با قید میگیریم، رجیستراسی میکنیم، بی خطری شو دیگر چیز و به واسطه کمتر بازارش تاسیس داده میتونم. در خوجندم کدام آدمی که شفق دارد، خواهش دارد، ما تیار هستیم. من اون کرد شما گفتم که یک نفر صنفی 6 بود به فکرم آمد که من شما با شاگرد شدم میخواهم. من وای فقط خیلی کار سنجم که همین بچه اراده دارد، خواهش دارد. گفتم اگر شاگردی من شدن خواهی همین لحظه گیرو پولو شو گرفت، پولو شوشت. من گفتم امتحان من گذاشتی، اگر دیگه بچه میشد من اینجا چی به پول میشدم گفتم میبرم. برای یک چیز آموختن، شاگرد شدنم، وقت در کار، ترتیب انتظام در کار، خواهش در کار، میل و رغبت در کار، در همون صورت کاری برای آدم هم پیش میرن. من این برای در جمعه بازار بودنی مرکزی ما، البته من خودم دایم شده نمیتونم چون که من در دوشنبه هستم و از ماه نوامبر آخرش من رسیه میرم، چون که من هم سابقه رسیه هستم. تا ماه مارت ممکن من تاجیکستان کمتر بیام، آلمان دعوت کردگی، دیگر کشورها دعوت کردگی. من مثلا اوردن گرفتگی از روسیه دوخ سویته و پرسویتیتله، یعنی آنچه که من به دادگی هستم من باید آدمای روشنی دهم، نور تیم، انرژی تیم، آموزانم که مردم خودش یاد گیرد. یگان کس تاجیکستان آماده آباد نمی کند بغیر از ملت ما، خلقیت خود ما. هر یک دیها، هر یک ناحیه خودش باید حرکت کند، نقشه های کارش کشد، چهل کرده آباد کردن، راه های نصب کردن در کار، درخت شلاندن در کار، خلق اقتصادش بلند برداشتن در کار، حمام ساختن در کار. و خودی ما میکنیم. ما پایدش نیم که گومانیتر پاموش دورش گذشت، بعد جنگ ما با یاردن میکردن، مردم مفتخور شده ما. برای همین مفتخور شدن در کار نه، دست و پای خدا داده است، حرکت کردن، کار کردن در کار، مبلغ کار کردن یاد گرفتن در کار. خب تشکر. و البته باید گفت که در زمانی بود که یعنی که بعد از چون سالهای اول جنگی بود کمک های بشردوستانه بسیار می آمد و امروز چون تاجیکستان ما شکرانه میکنیم که آباد است، آزاد است و صاحب استقلال است و یگان
نوآرامی‌ها نیست و مردم آباد و آزاد زندگی میکنند و در هر سمتی که میخواد میتواند فعالیت کرده باشد و جهت اقتصادی کشور ما البته بد نیست و هر نفر میتواند فعالیت کند و ما البته چون که شما نیز با قید کردید امکان دارید برای تاسیس دادن یک آسایشگاه اگر نفرانی باشند یعنی که صاحب کارانی باشند که باز کمی دستگیری هم کرده باشند. البته صاحب کار و میخواد مبلغ کار کنه. من راهش نشون میدم ایده نه. مثلا یک واقعی با جناب عالی بود من از کتاب آورده بودم کاگ можна зарабатывать و نه ایده. اول عقل بعد دولت میمون. اول ما نقشه میکشیم مثلا همین گیس روغنو گوییم چقدر سالها نقشه کشیدن چیکار کردن چیکار نکردن. من روزهای نزدیک کار بمیدارم تاجیکستان همه وقت چراغ نور برق همه چی هست. مثلا حاضر در همون شفته خانه ما در دوشنبه مرکزی گرمیدهی ساختن. کومور زیاد آوردن. کومور با محیط شهر افلاس میکنه. حاضر از ازبکستان گاز گرفتن گاز کتی کار کرده است علاقه 50% افلاسی نیست. وقتی که ما میخوایم محیط ما هم تازه باشد پیشروی باشد نه که ما گرمی که نبود مجبور بودیم همون کوموره استفاده بریم کوموره بیاریم دیگر کنیم داخل شهر البته آدما نفس میکشد اینا. من با آینده برق خودمون شد ممکن گاز هم استفاده نبریم از همین برق استفاده بوده چون که ذخیره های برق ما خیلی زیاد میشد ما در پاکستان میفروشیم افغانستان میفروشیم ازبکستان میفروشیم. وقتی که من به قریب تاشکند بودم وقتی سفری پرزیدنت در ازبکستان بود با یک صاحب کار واخوردم که گفت که بعد که مناسبت های ما نقش شد ما میخوایم که همه آبی گیس راهخانه آب انبار کنیم با در طرف زمستان در ازبکستان ذخیره کنیم چند میلیون کوب چیز میشد با آب ما میفروشیم یعنی پول کار میکنیم زمین ها آبیاری کرده میشد بیکار آب صرف نمیشد و ما آب انبار تیار میکنیم. من در وادی زرافشان دو تا دیگه گیس میشد چون که آب رفت از یک جا گیس شد با همه آب دمامش شد رفته استفاده میگیرد. من این سرچشمه دوستی همدیگر فهمی یکدیگر که ازبکستان آباد تاجیکستان آباد رفت آمد نقص سلامتی مردم نقص جمعیت آباد میشد. فقط آدمایی که فکر گنده دارن تروریست ها باید که خود خلق کار برن. مثلا من اینا امروز اینجا گام نمیزنم من حکومت جمهوری به یک برنامه ساختم که هر 2 سال پدورن ابخاد یعنی که هر یک خانواده رفته چند متخصص باید چند نفر اونجا به قید گیرد در اونجا چند تا بیمار هست چند تا نشمند هست بعد همین خطهای برق هم از پنجره هم باید اشتراک کنن که چند سال بعد عوض کرده شدگی نیست. این هم مهلت خودش دارد. مثلا وقتی که مهلت گذشت زمین کنی میشد پنجره میشد خانه یک کس در گرفت چند تا همسایه در ما باید کارهای پیشگیری در بین مردم گذاریم و این برنامه من از طرف حکومت به فکرم علاقه چیز من دعوت کردن که چخیل کردن در کار چخیل راهاشه مبلغ گذاری کردن در من گفتم یگان خیلی مبلغ گذاری نیست چون که ملیتی منطقه‌ای هست سویتی محله هست دکتری اویلبی هست پجر اینا شما همه ماهانه میسید فقط برگرده میسازید همون تکنولوژی من تیار کردم همونو میفهمونید که چخیل گذارم علاقه اینجا به فقط 100% چون شما هر یک خانه میدونید چند نفر زندگانی میکنند چند نفر بیمار هست چند نفر سلاح دارد چند نفر چون که داخلی عقل از بیرون آمار ما کمتر ممکن یعنی که آموزش از همه جبهه ها باشد آموزش زینی اساسی از بنا سر میشد خشت اول تا نهاد معمار کش تا با آخر میرود دیوار کش ما باید که دیوار ما کج نشد در بین ما همه خیلی آدمای خیلی گویم تروریست و دیگر چی پیدا نشد علاقه همسایه دیگر چی میدوند کی از کجا اومد چی هست چی نیست باید خودی ما کار کرده توانیم. مثلا راستی بینید همه تاجیک‌ها خانه‌های زندگانی میکنن اگر آواز بلند مونن در برسو ملیسی جر میزنن که اینجا شهاب خانو دیگر چیست مردم ما اهمیت نمیدهد های شد گفته باید همه جا قانون و قاعده‌اش هست پیشگیری کرده میتونن میبیاد میدرد. مثلا ما یه بار به خیلی خانه تاجیک‌ها رفته یک محیطی زنده بودن اومدن حجتای برداشتن قریب بود که همه همونها دیپارتات میکردن. من خواهش کردم التماس کردم که من خیلی کارمندی به روسیه هستم اکادمیک روسیه هستم من اینو خبرگیری اومدم اینو حتما یک راه تزوک بمیرن حاضر ری نوجدنی اومدگی یک خانوار وای کردگی دیگه آواز بلند نمیکنن و یا ما فهمیدن ها گفتم برده با قید گرفتن در کار یک پیاله چای نوشتن سخنی نسختی برآمده رفتن. باید ما در همین جمع همین مدنیتی معاشرت بلند کنیم آدم‌ها رو فهمونده دادن تازگی همه اعمال شما وابستگی هست. خب تشکر.
زنگ‌های تلفنی رو قبول میکنیم. همگی 5 دقیقه دیگر در اختیار داریم. خب شما رو میشنویم. Alo. صبح خیر. Assalamualaikum. سلام علیکم. Yaklaşık oğlan bu doktorda. مرحبا. Ben karam darkada pişkiram darmekade liseni buyum. Hamım bu vah durus meşedam ya buram da vay mekedami. تصوف هم هست. سرشون درد میکند، فشارشون بلند میشود و طبوبت گرفتن شفا نیافتن. میتونند که به شما مراجعت کنند. مرحمت شما اومدن گرید. من امروز هم بار دیگر میگم آدمایی که من شما می آموزانم اون چی از دستم میبیاد بعضی متدهای چیزی که گفتم مثلا مانوال تراپی میکنم، گیپنوز میکنم، سوزن میمونم بعضی آدما. نه که دیگرش دست خود انسان. شما چی میخورید؟ سرچشمه تمام بیماری ها نادرست خوردن. در اون وقتش به نامودن چه خیلی که ما در اول گفتیم وقتی که آدم قفصیت شد و زهرا خون بمیرد، معنی سر بمیرد، خون نولود میشه، درد پیدا میشد، همه وابسته همین. اگر شما 3 روز هر روز مثلا روداتون شتن گرید درد سر خودش نیست میشه. خود این شما از آدما میگید کی رو دعای منو میشه آموزاندن در کار. اونا آدما عادت کرده که پیشتر دکتر میرفته، دکتر کلیزم میکرد. نیکی مقصدی من دیگر علاقه از صنف 3 تا 5 من گروهی تجربه تشکیل کرده بودم در ناحیه عینی. اینها آموختن، خودشو حقن کردن، کلیزما کردن، فشار چین کردن، چیزای عادی گرفتن، داخلش کرماش ریخت، نقش شد. اما یا عمر خودش همین متد کتی نگاه کرده پیشبری کرده میتونه. افسوس که در مکتب‌های ما این چیزا نمی آموزانن نیست. برنامه ما حتما از طرف حکومت دستگیری میشد، این عملی میشد. خیلی سالهای نزدیک من 1 سال دیگه آینده برنامه آینده به ممکن داخل میکنن، چون این یک بار نمیشد. این برنامه ریزی کردن در کار، کی کار میکند، کدام دکتر چه خیلی یاد میده، چه خیلی بچه‌ها آموزاندن در کار، حتما این چیزا عملی میشه. تشکر. خب زنگ نوبتی رو قبول میکنیم. سلام علیکم. Allah. بله میشنویم. Assalamualaikum. صبح خیر باشد. Ben doktorda yaklaşık oğlan bu. مرحبا. پسرکم و رشد داغ سفید پیدا شدگی دکترها رفتم گفتن که و چیزی مخلار کرمی رو داشت های گفتن دانه خیلی آورده که و آره شیرین علاقه من فهمیدم. من شما فهمیدم. من در اولی گپ زدم که همین شهر خوجان با یک نفر بیماری که 27 سال یا 25 سال کسلی همون لکه‌های پوست میگود سفید پیس خوش گرفتار بود. 100% نقش شد چون که وای طول 2 سال بود تغییرات سیستم خوراکش کرد. ما با بچه‌ها بودن سناتور اومدن که مهلتی 1 هفته در همین روحشون ناف پیدا شد بود و داخل نشد. شما بیاید من شما به یاد میتم. شما خودتون یاد گرفتنتون در کار و کودک عقلش کمتر شما و یاد داده همون سیستم خوراکش اون چیزی که من توصیه میکنم اجرا کنید 100% نقش تو میراد راه افتاده نشین. و دوم سوالتون چیه؟ گوشی رو گذاشتن. تشکر. یعنی که میتوانند مراجعت کرده باشند و طبوبت کنند اگر کرمی میده و اصلا همین شهر خوجان بسیار آدما اومدن. من حدودی 1.5 هزار دوام 2 سال با قریب 1.5 سال شد قبول کردم. از آن جمله شب میزشی کودکا پیشا میکنن. این هم پروسسی هم تربیوی هم طبابتی. من فهمانده میتونم نقشه‌اش کشیده میتونم. بود کودکی که یک تا سیانس کردم من همون ستومور اجاش جیجده موندگی همون نیروی که پیشاب دام میرد زیر خوردگی. بعد یک سیانس تمام نشد. مادرش که دیگه پیشاب نکرد. هستن که 1 ماه دوام کرد. چون که اینجا البته از پدر و مادر از محیط از چخیل همون بچه قبول میکند خودش اجرا میکند نمیکند وابستگی است. پوست هم همین. و هر بار دیدم میگرد پوست هم سفید شد با هم صفش که تو پیس با عصبی میشد با نوروز میشد. برای همین اینجا ما هم از جهت روحی تلقی میکنیم که این کسلی گذرنده نیست، این کسلی نقشمنده هست. فقط تو فلان کالا اجرا کردن در کار که همین نقش داره. خب تشکر. زنگ نوبتی رو قبول میکنیم. سلام علیکم. روز بخیر. من یک سوال دارم. مرحمت. پریام دکتر چند پوست؟ پریام دکتر من علاقه گفتم 100 سامان من هم تشخیص میکنم. شما دیاگنوستیک میکنم. دیگه یگان بیمارخانه رفته انالیز خون تی انالیز وزی گرزان هیچی نمیکنید. و
با تمام متد نویسنده میتیم 100 سنبه تا 100 سالگیتون کسل نمیشید. من همه خیلی پرینسیپی کاری من نه که برای بعضی آدمایی که میبینن مبلغ ندارن کم بغل هستن من کمک میکنم، نه که بی پول عموما یه کسی نمیبینم. بی پول این الکای حتی ما همون خش تباری خودم میگم یک سوم بیار، انرژی پول هست. بی پول که تبابت کردید بیمار نقض نمیشد. اینا گیپوکرات هم گفته که بی پول تبابت کردید، میگفت این دکتر هیچ چی نبوده است بی پول تبابت کرد. کسال میگفت این تبابتش هیچ چی نبوده است بی یگان چیز. برای همین مثلا من گفتم که یک قبولی من در روسیه $200 مردم میبینن رجیستراتور میسپرن، $50 همون تشکیلات میگیرد، $150 منبع میتیاد، 3 تا 4 تا یک روز به من بیمار قبول میکنم مانده نمیشم، چون که باید قدر سلامتش قدر متخصص به میرسه. برای همین مردم ما 100 سوم که گفتید فکرش دیگه خیلی میشد، نه که حال میرد یک تا امرتی میکند 400 سوم میسپرن. منم معقول باشد مرحمت من کمک میکنم یاردم میکنم. خب تشکر. و اینجا الکی وقتی به برنامه موجود شده به انجام میرسد استاد میخواستم در فرجام پرسان باشم که از چی نگفتیم اونچه که میخواید برای بیننده امروز گفته باشید؟ برای بیننده ها ما چی گفتنی هستم؟ مثلا این شب روز الکی هواها تمان خوک چنگ بسیارتر، یکمش باید که اگر امکانات شود همون گرد اطراف حولاشه آب زنند، درخت‌های شویان که نفس الرژی زیاد میشد راهی نفس کشی. خیلی با روزهای نزدیک 3 دکاد وعده کرده بودم باران‌ها میشد کمتر شد تازه میشد. دومش نسبتی یکدیگر حلیم مهربان سخنی ناز گفته توانند، هر چیز بر ریاکشن نتیان داد نزنند. این تلفن‌های موبیلی امروز سرچشمه بدبختی بسیار آدم‌ها گشت ایستاده است. گپ‌های دروغ، فکرهای گنده گپ میزنند، جمعیت ویران میکنند. عامل‌ها همینا استفاده کردن یادگیری، تلفن که گپ زدن یادگیری. تا مثلا من بیمار قبول کرده شدم تلفن میکند گپش سر میکند، سوال نمیتید که تو گپ زده میتونی یا نه. من بیمار بینم یا دیگر چیز. برای من نخواسته بودم که تلفن های من در رکلام رود، البته اینجا رفت رکلام و نویسندگی. برای همین پیش از همه شما همه وقت صحت سلامت باشید. یگان شما فکر نکنید که شما از گرسنگی میمیرید. در تاجیکستان هیچ کس از گرسنگی نمیمیرد چون که طبیعت زیبا هست. همون پرنده های بینید، خرگوش دیگر همون شاخ گرفته استفاده میکنند نقض میشن. همه چیز در تاجیکستان هست، فقط دانستن در کار، کم خوردن در کار چیز عادیقتی. و همه شما صحت سلامتی عمر دراز برای کار رزق فراق همه وقت تاجیکستان آباد باشد. پرزیدنت ما صد به درآیند، همه مردم تاجیک 150 سال عمر بیند. نیتی من همین، نیتی ناز نیست به دولت، روزی کم و غمی نبینیم و طبیعت ما حفظ کرده تمام. سلامت باشید. تشکر استاد برای اشتراکتان در افیر مستقیم و برای مصلحت‌های مفید و برای پاسخ با زنگ‌های تلفنی تماشابینان. و ما تمنا میکنیم که هر نفری که مراجعت میکند هر چیز زودتر شفا یافته باشد و اون نفرانی که اگر امروز بیمار هستند در بیمارستان یا در جای دیگر طبابت میکنند هر چیز زودتر شفا یابند و بازم با تنی سالم به خاندان خود برگشته باشند. بیننده عزیز و ارجمند، مهمان برنامه ما بودند مولا ظهور طاهری، بهترین طبیب جهان در سال 2004 که از سنه 27 تا سنه 2 اکتبر سال جاری در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند روزهای قبول خود را برگزار میکنند که از بخش ترغیباتی شما میتوانید آگاه باشید که با کدام رقم